10 واقعیت ناخوشایند درباره زندگی. گرفتن حقوق عین مواد مخدری هست که کارفرمات بهت میده تا رویاهات رو به فراموشی بسپاری. اگه تو زندگیت منتظر زمان مناسب بمونی کل زندگیت رو هدر میدی و هیچ وقت زمان مناسب برات پیش نمیاد. حتی اگه به دوستهای صمیمی و خانوادت اعتماد داری نذار هیچی ازت بدونن. اگه زندگیت رو به روز کنی 98% از دوستهای صمیمیت رو از دست خواهی داد. اگه خانوادت رو مقصر اشتباهاتت ندونی و فراموششون کنی 10 برابر خوشحالتر خواهی بود. با تمرین کردن روی خودت مبنی بر اینکه هیچ چیزی رو شخصیش نکنی بالغ‌تر میشی. احتیاجی به صدها کتاب خود مراقبتی نداری و تنها چیزی که بهش نیاز داری اقدام و انضباط شخصی هست. سخت‌ترین مأموریت روی زمین تمرکز روی هدفاته و آسون‌ترینش گله و شکایت کردنه. تو سن 30 سالگی دایره دور و اطرافیانت باید تمرکزشون روی پول درآوردن و ساختن بدن و تشکیل خانواده باشه. مردم به خاطر ترس از تنهایی تو روابط سمی گیر میافتند. احتمالاً دیگه هیچ وقت منو نمیبینی مگر اینکه من رو فالو کنی.